نور محمد عبداللهیف ساکن جماعت خیسته ورزی نوحه باباجان غفورов میباشد. زیاد از 25 سال میشود به پرورش باغ تاک و نهالهای میوه افکن مشغول است. در یارمارک فروش نهالها و محصولات خوراک زیاد از 20 نموده درختان میوه‌دهی را که زیاد از 1500 بیخ را در بر میگیرد به فروش برآورده است. با همین دهقانی نهال پروری پشتکار همین هوا حساب که اویلیم ها همین دهقانی و مشغول. این نهال های من آلوچه، گیلاس، شفتالو، زردالو، شفتالو، انجیر شفتالو، مثال بهی همه نمودایی همین میوه دهنده درخت‌ها مشغول. در یارمارک مذکور شهر و ناحیه‌های ولایت و تشکیلات و اداره‌های ساحه کشاورزی بیش از 1,500,000 بیخ نهال‌های گوناگون و گل و گلبوته‌ها را پیشنهاد باغپروران و ساکنان نمودند. محصولات کشاورزی میوه و سبزیجات مواد اولیه روزگار از قبیل گوشت، ارد، روغن، شکر، برنج، غله‌دانگی، عسل و لوبیاگی‌ها، محصولات شیری و گوشتی کارخانه‌های وطنی با نرخ‌های ارزان دهقانان و نمایندگان کارخانه‌های استحصالی وطنی به فروش برآوردند. برده ویکرم زنبور پرور از شهر خوجند بوده امروز به اینجا عسل‌های تازه را برای تبابت و هم برای استعمال کنندگان به فروش برآورده است. عسل‌هایی که می‌فروشد از 25 سومانی تا 50 سومانی ارزش دارد. میگوید که بیشتر عسل‌های کوهی برای سلامتی فایده داشته مردم از آن زیادتر خریداری می‌کنند. عسل‌های پیشنهاد خلق کردیم که عسل‌های مایس که برآوریم، عسل‌های پخته برآوریم. می عسل‌های سوگا شد، عسل‌های تازه باید سخت شدن اجاکو. عسل‌ها می ملایم که می‌بینیم برای خودان استفاده بودن می ملایم است. می‌هاش عسل‌های پخته من برای معرکه استفاده بودن باشد عسل‌های پخته داریم. نه برای دورگی برای شفابخش باشه عسل‌های کویی های. عسل‌ها نسبت بازار 50% نرخ ارزان. 25% تا 50% نرخ ارزان. باید قید کرد که یارمارک در نزد تئاتر مسحکه و موسیقی به نام کمال خوجنده مرکزی ولایت برگزار گردید. بنا به گزارش مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، یارمارک فروش نهالها با مقصد متشکلانه گذرانیدن معرکه کبودیزارکنی و آبادانی و رسانیدن یاری عملی به خواجگی‌های کشاورزی اهالی ولایت و تشکیلات اداره‌ها در کارهای آبادانی، کبودیزارکنی و بنیاد باغ و تاگذارهای نو گذرانیده شده است. رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده از جریان برگزاری یارمارک فروش نهالها، کوشت و تخمی گلها و دیگر زراعت‌های کشاورزی شناس گردیده از رسته‌های گوناگون نهال و گلها دیده نمود. یارمارک فروش نهال هر سال گذرانیده می‌شود، اما سال از سال شکوه و شهامت و شماره اشتراکچیان و دوستداران طبیعت در آن می‌افزاید. این اقدام نیک توانست که در مردم ذوق طبیعت دوستی و دستی سبز داشتن را تربیت نماید. گزارش سید مختار سید انور نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.